به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام به یک شما همدیاران عزیز، آموزندگان زبانهای خارجی و دوستداران زبان. درس 11 است از سلسله درس های ترکی برای نوآموزان. الفبای زبان ترکی حرف ح ح حفیف حفیف حفیف. یکی از زیبایی های زبان ترکی نیز همین است که یعنی هر حرف چه خیلی که نوشته شده است همون خیلی تلفظ کرده می شود، برعکس زبانی انگلیسی که گاه حرف صدای دیگر را می دهد. حفیف سبک، با عکس کلمه حفیف ağır 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 وزنین. halk 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 یعنی خلق، مردم. حمام 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 یعنی حمام. خریطه 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 یعنی خریطه. خب این بود درس 11. تا درس های بعدی، خدا حافظ.